انسان‌ها مثل قانون اول من میمونن، تا تکونشون ندی تکون نمیخورن. نظرت درباره ماده سیاه چیه؟ ببین من با علم ازدواج کردم، وقت برای ماده و زن و این چیزا ندارم، حالا هر رنگ و هر نژادی میخواد باشه. ببخشید اشتباه ترجمه کردم، منظورم ماده تاریک بود. گفتم دیگه فرق نمیکنه چراغ روشن باشه یا چراغ خاموش باشه. مادرت میخواست که ترک تحصیل کنی، درسته؟ آره من خیلی از این میترسیدم، ولی شانس آوردم که مدیر مدرسه راضیش کرد و من در سال 1661 وارد دانشگاه کمبریج شدم. 4 سال بعد لیسانس تو گرفتی، ولی یهو ویروس بوبانیک اومد. واقعا ترسناک بود. ببین تقریبا جون یه نفر از هر 4 نفر تو لندن گرفت. 2 سال خونه نشین شدم. منم 2 سال سر کرونا خونه نشین بودم. شما چیکار میکردین؟ هیچ، جاذبه زمین رو کشف کردم. آها، منم بازی میکردم، سریال میدیدم. دیگه چیکار میکردی؟ خب نور آفتابو فهمیدم که از چه رنگایی ساخته میشه. جالبه قبل از من مردم فکر میکردن که نور ترکیبی از سفید و سیاه بر اساس حرفایی که ارسطو زده بود. نیوتن که نیروی جاذبه رو کشف کرد، بهش سوال پیش اومد که آیا این نیرو باعث گردش ماه و سیارات منظومه شمسی میشه، اما ریاضیات اون موقع به اندازه کافی پیشرفته نبود. برای همین خودش دیفرانسیل و انتگرال رو ساخت تا بتونه به این سوال جواب بده. اینجا ما یک دبیرستانی رشته ریاضی داریم. خب به من بگو که چه حسی نسبت به نیوتن داری؟ زن اینو بی تربیت، این چه حرفی بود زدی؟ نه این زن نداشت، ایراد نداره. اوه راست میگی، اصلا حواسم نبود. خب بریم ادامه داستان. آقای نیوتن، سامسونگ یا اپل؟ قطعا سامسونگ. ببین زمان ما یه سیب کامل میافتاد رو سرمون، جاذبه زمین رو کشف می‌کردیم. الان شما یه سیب گاز زده رو گرفتین گذاشتین پشت گوشیتون، فکر می‌کنین شاخین. جمع کن، انصافاً جمع کن. گفتی انیشتین که همش با هم مقایسش میکنن اینو نمیتونه حل کنه؟ خیلی خوب حلش کردی. یا چجوری اینقدر سریع انجامش دادی؟ یوتیوب کردم، الان زمونه دیگه عوض شده، کاری نداره. عجیب ترین کاری که تا حالا کردی چیه؟ راستش یه بار سوزن کردم تو چشمم که ببینم روی دیدم تأثیری داره یا نه. تأثیری هم داشت؟ به شما ربطی نداره. نیوتن به شدت در بروز دادن تحقیقاتش استرس داشت و حقیقاتی که پیدا می‌کرد رو شاید سالها بعد منتشر می‌کرد. نیوتن در حد فاصله سال‌های 1665 تا 1667 حادثه سیب براش رخ داد و قوانین حرکت خودش رو کشف کرد. اما این نظریه‌ها رو 20 سال بعد در سال 1687 در کتاب پرینسیپیا منتشر کرد. خودت رو آدم کینه‌ای می‌بینی؟ خیلی. ببین کینه‌ای هستم، پارانویا دارم، همش نگرانم که یکی ایده‌امو بدزده و ببینم کسی ایده‌های منو بدزده، نهایت قدرتم علیش استفاده میکنم. دیدی که سر هوک و لایبنیتز چیکار کردم. من خیلی حالا شاید قسمت‌های تاریک یا بدی داشته باشم. یه مدت حالا گفته میشد که به خاطر نزدیکی زیاد به جیوه من مسموم شده بودم و دیوانه شده بودم. به دوستام نامه میزدم، متهمشون میکردم که میخوام منو خراب کنن، زدم نقشه بچینن، نابودم کنن. ولی همینیه که هست. میبینی اگه مشکل داری بگم عوض کنن آقای مصاحبه کننده. اصلا مصاحبه تمومه. خداحافظ. بر سر قبر نیوتن نوشته شده که بخش میرای او اینجا دفن شده، اما میراث نامیرای او همچنان ادامه دارد.